شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام و جمال مبارز، دو ابرستاره هنرمندان موفق و با استعداد کشور که هر دو مقام اول را در برنامه رقابتی ستاره افغان از آن خود کردند. زهرا الهام و جمال مبارز هر دو از آرمی باشد ولی تاکنون بیان نکردند از کدام ولایت زیبای افغانستان هستند. زهرا الهام بعد از ختم پروسه ستاره افغان چنان خوب می‌درخشید و کارهای هنری خود را با باربود موزیک ادامه داد و آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و علاقه‌مندانش ثبت و نشر می‌کرد. بالخصوص آهنگ دوستت دارم وی را به اوج شهرت هنری رساند. زهرا الهام و یک برادرش اکنون در کشور استرالیا زندگی می‌کند. در آنجا زهرا الهام کنسرت‌هایی با هنرمندان دیگر افغانستان و تاجیکستان برگزار می‌کند. جمال مبارز هم بعد از تحولات رژیمی در کشور دوباره از بند زندان آزاد شد و به یک بارگی به کشور استرالیا رفت. جمال مبارز در کشور استرالیا در محافل خوشی هموطنانش اشتراک می کند و جدیداً برای زهرا الهام دوست هنریش مسلکش پیشنهاد ازدواج داده است، ولی تاکنون زهرا الهام پیشنهاد ازدواج جمال مبارز را جدی نگرفته است و جوابی نداده است، ولی در برنامه‌اش که با امید نظامی در استرالیا ثبت کرده است بیان کرده من عشقی داشتم ولی عشقم برای من خیانت کرد و با کسی دیگر ازدواج کرده است. من آرزوی سلامتی و موفقیت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان آرزو دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.